اگر متعلم هستیم از این روزها استفاده خوب بگیریم، وقتها را غنیمت بشماریم، درس بخوانیم. از ویلگردی و چکر و سیاحت بیجا چیزی ساخته نشده و هیچ چیز ساخته نمی شود. امروزی که ما متعلم هستیم درس را رها میکنیم. امروز فرصت به ما و شما هست که درس بخوانیم. هر فرزند ما و شما، هر طلبه مدرسه حافظ قرآن و هر فرزند ما و شما وقت دارند. در وقتی که پدر محترمشان حیات هستند، یک چانس طلایی به یک طلبه و به یک فرزند هست. باید از این وقت استفاده خوب بگیرند. در این اوقات باید درس و تعلیم را رها نکنند. ساعتهای اندکی را وقتی که برشان میسر میشوند بروند درس بگیرند، درس بخوانند، یک استفاده خوب بکند. اگر ما امروز وقتها را پشت سر گذاشتیم، فرصتها را پشت سر گذاشتیم، حیات پدر را نادیده گرفتیم، درس نخواندیم، روز گذشته بعدی نمی آید، سالهای گذشته بعدی دوباره به ما و شما میسر نمی شود. باید هر لحظه را باید غنیمت بشماریم. هر وقت را باید ما و شما متعلم، کسایی که درس میخوانند، در دانشگاه هستند، در پوانتون هستند، در مکتب هستند، در مدارس و دارالحفاظ هستند، باید وقت را غنیمت بشماریم. از این وقتها استفاده خوب بکنیم. اگر خدای نخواسته در وقتی که ما و شما داشتیم درس نخواندیم، تعلیم نکردیم، پدر از بین رفت، برادر اکمال نکرد، بعد ما و شما درس خواندن نمیتوانیم. این فرصت بار دیگر به ما و شما نمی آیند. و کسایی که این چانس طلایی و فرصت را از دست دادن افسوس میکشند، لیکن بار دیگر او فرصت برش میسر نمی شود. به این لحاظ باید ما و شما متعلم، شاگردان مدارس و مکاتب باید این وقت را غنیمت بشماریم. از این وقت استفاده درسی داشته باشیم، درس بخوانیم. معلم ما هم از اوقات خود، از فرصت هایی که خداوند برش داده غنیمت بشمارند و به این وقتها ارزش قائل شوند. وقتی که فرزندان مسلمین به نزد اونها می روند به خاطر یادگیری درس قرآن، به خاطر کتبها، به خاطر کتابهای مکاتب و دانشگاه و انتون، باید زحمات فراوان بر بالای شاگردان و اولادهای مسلمین بکشند. چرا وقت اینها را ضایع نکنند؟ اوقات شاگردان را هدر نگذارانند. تو فکر نکنند که ماش را بگیرند و بس فرزندان مسلمین بیایند و بروند. اخیر سال الف چی داری؟ ایچ در سینه و قلبش چیزی دیده نشود. باید از این وقتها، از این پول و پیسه‌ای که از هر طریقی که برشان مهیا می شود ایرا غنیمت بشمارند و در ضمن این اوقات را که خداوند به اینها ارزانی کرده استفاده خوب بکند، زحمت بکشند و در عقیده بچه های مسلمان، در درس و تعلیمش، در آدابش، با مردم، با همه این چیزها باید زحمات فراوان داشته باشند.